امام احمد رحمت الله علیه درس میدادن. هم جوانی اومد گفت که امام در حق مادرم دعا کنید که 25 سال می شود حرکت نمی کند. مقصد شل است. دعا کنید که الله تعالی به مادری من شفا دهد. گفتن که امام احمد اجعلتنی نبیا، چی شما ما رو پیغمبر پنداشتید؟ رو مادرت بگو در حق من دعا کند. گفتن مقصد مادری تو بیمار است، به الله تعالی نزدیک است، مادرت در حق ما دعا کند. گفتند و با همین آهنگ جواب دادن. مقصد امام احمد این بود که مردم در حق ما آدم های عادی اگرچه عالم باشن پیغمبر نیستن، مقصد اینقدر بزرگ داشتی بی نهایت از حد و حدود نگذراند، خاکسار بوده. وقتی که کودک جوان ناامید شده برگشت، چند وقت گذشت و یکی از شاگردان امام احمد آهسته از درس خست و به جوان پیرو شد. به آن جوان نزدیک شده گفت که در راه دریافت کرد و ابشر، گفت خوش خبر ده. بعد تو وقتی که از مسجد برآمدی من دیدم که امام احمد به آسمان نگاه کرد و لبهای خود را به حرکت درآورد. گفت یعنی که دعا کرد. وقتی که همین جوان به خانهش میرود مادرش در آب میکشد. یعنی که این یک در حادثه حقیقت شدگی چیز است در تاریخ و این خیلی ها همه در حیاتش هم دارد. هر یک آدم شرط نه که امام احمد باشد و پیامبر باشد، هر یک بنده های مسلمان دعا کرده است، الله تعالی دعاش قبول کرده است. این همه در حیاتش و در تجربهش دیدگی